همه ما حتی برای یک بار هم که شده تیتاب رو امتحان کردیم، اما طعم دابل چاکلت یه داستان دیگه است. مطمئن باش طعم این خوشمزه جذاب همیشه تو ذهنت میمونه. سفیده ها و نمک رو با دور تند هم بزنید تا کف کنن. حالا شکر رو به صورت بارانی اضافه کنید و به هم زدن ادامه بدید. حدوداً 5 تا 7 دقیقه زمان میبره تا سفیده ها به قله استیو پیک برسن. حالا زرده ها رو به همراه وانیل یکی یکی اضافه کنید و هر زرده رو 30 ثانیه هم بزنید. شیر رو اضافه کنید و مخلوط کنید. آرد و بیکینگ پودر رو در 2 مرحله به همراه روغن مایع اضافه کنید و مخلوط کنید. برای رویه 2 قاشق غذاخوری سرپر از مایع ساده بردارید و بهش 1 قاشق مرباخوری آرد بزنید و مطابق فیلم مخلوط کنید و کنار بذارید. حالا پودر کاکائو رو اضافه کنید و مطابق فیلم مخلوط کنید و در قالب بریزید و به طور یک نواخت مایع رو پهن و صاف کنید. از مایع سفید رنگ مطابق فیلم روی مایع شکلاتی خطوطی رو ایجاد کنید و در فرق قرار بدید تا کاملا بپزه. بعد از اینکه کیک پخت و از فرن خارج کردید، یک قالب روش قرار بدید تا روش کاملا صاف بشه. حواستون باشه به قالب رویی زیاد فشار نیارید. با چاقو اطراف کیک رو آزاد کنید، یک پارچه تمیز یا کاغذ روغنی روش بذارید و مطابق فیلم کیک رو از قالب خارج کنید و کاغذ روغنی رو بردارید. حالا پشت قالب رو روی کیک قرار بدید و کیک رو به راحتی برعکس کنید. حتما اطراف کیک رو که کمی خشک شده با چاقو برش بزنید و سپس توسط خطکش کیک رو به 2 قسمت مساوی تقسیم کنید. برای مواد میانی شکر سفید، شکر قهوه‌ای، جوهر لیمو و آب رو روی حرارت کم مرتب هم بزنید تا شکرها آب بشن و به نقطه جوش برسن. حالا حرارت رو خاموش کنید، شکلات و کره رو اضافه کنید و هم بزنید. وانیل رو اضافه کنید و در مرحله آخر پودر کیک رو اضافه کنید و هم بزنید و اجازه بدید تا از داغی اولیه بیفته و کمی خنک بشه. حالا یک قسمت از کیک رو بذارید و از مواد میانی روش بریزید و مطابق فیلم به طور یک نواخت صاف و پهن کنید. سپس قسمت دوم کیک رو روی مواد میانی با احتیاط بذارید و کمی مرتب کنید و به ابعاد دلخواه به صورت مستطیل یا مربع برش بزنید. نوش جونتون باشه.